سلام، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب طلاکو. توی این قسمتم به بهونه پخش سریال بامداد خمار میخوام رمان بامداد خمار که زمان ما یک رمان خیلی معروفی بود و تقریبا همه خونده بودنش رو با هم دیگه بخونیم و من کتابمو از اون دوران دارم، قیمتش 6500 تومان. من اینو خیلی قبل خونده بودم ولی جزئیات اصلا چیزی ازش یادم نبود. این هفته تصمیم گرفتم یه ولاگ کتابخونی تور درست کنم، حالا تیکه تیکه ویدیوها رو میذارم. خب اگر داستان بامداد خمار رو بدونین و رمانش رو خونده باشین، اول نویسندش رو بگم. خانم فتانه حاج سید جوادی به اسم پروین هم شناخته می شدن. رمان بامداد خمار داستان یک دختریه به اسم محبوبه که محبوبه تو اون دوران قاجار نبوده. تو چه دورانی بوده؟ الان بهتون میگم. داستان از زمان حال شروع میشه. حالا زمان حال 1361 یا 63 هستش. دختری به اسم سودابه عاشق یه پسریه گویا و مادر پدرش به این ازدواج راضی نیستند و سودابه اصرار داره که با اون پسر ازدواج کنه و مادرش بهش میگه که سودابه جان، تو دانشگاه رفته ای، تحصیل کرده ای و خانواده ما به خانواده اون پسر نمیخونه و سودابه هم میگه اون به خاطر حال مادرش و به خاطر شرایط بد زندگیش انصراف داده از دانشگاه، وگرنه که ایشون هم میتونست درس بخونه و این بحث شکل میگیره تا مادرش بهش پیشنهاد میکنه که عمه جان هرچی بگن، ایشون اگه رضایت داد شما با این آقا پسر ازدواج کنی، من و پدرت هم رضایت میدیم، ولی اگر عمه جان رضایت نداد ما هم رضایت نمیدیم. خلاصه عمه جان رو میارن تا با سودابه حرف بزنه. عمه اسمش محبوبه است و داستان سرنوشت زندگی خودش رو برای سودابه تعریف میکنه. عمه حدود 90 سالشه و داستانش برمیگرده واسه 70-80 سال قبل. حالا میریم با هم داستان محبوبه رو بشنویم. داستان از خونه محبوبه شروع میشه. پدرش که یک مرد سرشناسی بوده و 3 خواهر بودن، برادری نداشتن و پدری که به شدت عاشق بچه هاش بوده، براشون شعر میخونده، حافظ میخونده، سعدی میخونده، از لیلی و مجنون میگفته و تقریبا تو اون دوره و زمونه دختراش رو امروزی بار آورده بوده. همونطور که گفتم محبوب 2 خواهر دیگه داشته. محبوب بچه وسط خانواده بوده و یک خواهر بزرگتر از خودش داشته که ازدواج کرده بوده و یک خواهر کوچکتر از خودش داشته. محبوب اون سالها 15-16 ساله بوده که خواستگارای زیادی داشته، از جمله پسرعموش. خلاصه محبوب توی سن 16 سالگی عاشق میشه، خیلی اتفاقی. توی همین گیرودار مراسم خواستگاری پسر حاج عطاالدوله که میخواسته بیاد خواستگاریش و توی پارچه خریدن و خیاط باشی و اینا که میان خونشون، محبوب گذرش به نجار محله میفته و شاگرد نجار محله رو میبینه. کم کم راهش به دکان اون نجاری باز میشه و به هر بهونه‌ای یه سرکی اونجا میکشه توی دکان و یه دل نصد دل عاشق رحیم شاگرد نجاری محلشون میشه.
حالا که محبوب عاشق اون پسر میشه و دیگه دلباخته شده بوده، روز و شب نداشته، خورد و خوراک نداشته و به هر بهونه‌ای میخواسته فقط از خونه بره بیرون و شاگرد نجار رو ببینه و اینطوری میشه که خواستگارش رو رد میکنه به بهونه‌ای که همسر داره. نوبت خواستگاری پسرعموش میرسه. پسرعموش از فرنگ میاد و محبوبه رو از خانواده‌اش خواستگاری میکنه چون عشق بچگیش بوده و از بچگی آرزو داشته با محبوبه ازدواج کنه. منصور که بدجوری عاشق و دلباخته محبوب بوده، از پدرش خواهش میکنه طی یک مراسمی از محبوبه خواستگاری کنه. تو همون زمان هم تو خونه محبوبه اینا ولی بلبشویی به پا بوده، چون مادر محبوبه میفهمه که محبوبه عاشق شده و حسابی تنبیهش میکنه و هرچی زودتر تدارک این مراسم رو توی باغ عمو توی شمیران میبینه تا محبوبه رو شوهر بده و این ننگ از خانواده‌شون بیرون بره. محبوبه که دیگه راهی نداشته و هر آن منتظر بوده که به عقد منصور پسرعموش در بیاد، یه تصمیمی میگیره و از اونجایی که مدت‌ها بود تو خونه زندانی شده بوده و حق بیرون رفتن از خونه نداشته و مدت‌ها بود رحیم رو نمیدیده و فقط از دیوار ته حیاط که به یه باغی ختم شده مکالمه‌های کوتاهی داشتن. محبوب توی باغ عمو تصمیم میگیره که به منصور تمام حقیقت رو بگه. محبوب توی باغ این موضوع رو به منصور پسرعموش مطرح میکنه. منصور به شدت ناراحت میشه و از خودش بدش میاد و میگه که من چی ندارم که اون شاگرد نجار رحیم داره. و خلاصه عاشقی محبوبه رو از پادر میاره، لاغرش میکنه، مریضش میکنه و پدر مادرش دیگه راه علاجی پیدا نمیکنن. منصورم که خواستگاری رو به بهونه‌ای به هم زده بود، گفته بود من نمیخوام، ولی مادر محبوب میفهمه که این کار محبوب بوده و محبوبه رفته همه چیزو به منصور گفته. عموی محبوبه از منصور میپرسه که چرا این کارو کردی؟ تو از بچگی میگفتی عاشق محبوبم ولی حالا خودت مراسم رو به هم زدی و گویا منصور ناچار شده بود حقیقت رو به پدرش بگه، یعنی به عموی محبوبه. و عموی محبوبه بعد از شنیدن این خبر که خب برای خانواده‌شون بد بوده، میاد سراغ برادرش و ازش خواهش میکنه محبوبه رو به همون شاگرد نجار رحیم بده تا بیشتر از این آبروی خانواده نره، بیشتر از این محبوبه مریض نشه، تکیده نشه. خلاصه طی یک مراسم خیلی محجور و خیلی آروم و بی صدا و بدون اینکه مراسم عروسی بگیرن، برای محبوبه توی پایین شهر پدرش یک خونه ای رو میگیره به نام محبوبه و یه دکان نجاری هم به اسم محبوبه برای رحیم میگیره تا اونجا کارو زندگی کنن. ولی نه پدرش، نه مادرش و نه خواهرهای محبوبه اصلا راضی نبودن و همه جوره میگفتن که این پسر به خانواده ما نمیاد و حتی خواهرش گفته بود که تو چطوری عاشق این پسر شدی، این مگه چی داره؟ و اون موقع ها محبوبه یقه باز پسر، موهای آشفته پسر و تمام سکنات پسر رو دوست داشته و عاشق تک تک اجزای صورت رحیم نجار بود. خلاصه اینها میرن سر خونه زندگیشون. محبوبه اون موقع شادترین دختر روی جهان بوده، حتی براش مهم نبوده که پدر و مادرش رو نبینه، خانواده‌اش رو نبینه و فقط ماهی یک بار دایه خانوم میمد خونش و یه خرجی برای محبوبه می آورد از سمت پدرش و یه سری خبرها رو از خونه محبوبه اینا میداد. حالا تو این مدت سالها اتفاقاتی میفته، مادر رحیم نجار میاد با اینا هم خونه میشه و چه بلاهایی که سر محبوبه میاره، کتکش میزنه و میونه محبوب و رحیم نجار رو به هم میزنه و این وسط آتیش بیار معرکه میشه به نحوی. تا اینجا اگر بخوام با سریال مقایسه کنم، سریال خیلی کنده. الان 10 قسمت فکر میکنم از سریال اومده، هنوز درگیر و داره خواستگاری منصور و پسر عطاالدوله است. توی کتاب پسر عطاالدوله تو همون 20-30 صفحه اول میره دنبال زندگیشو یه زن دیگه میگیره، بچه دار میشه و 70 صفحه اول
مشخص میشه که محبوب عاشق رحیم نجار رو میرن سر خونه زندگیشون هستن. 70 صفحه اول. بامداد خمار خیلی قصه شیرینیه. حالا ادامهش هم الان براتون تعریف میکنم که چه اتفاقی برای محبوب و عشقش با رحیم میفته. محبوبه و رحیم ماهای اول زندگی خیلی خوشبخت بودن تا اینکه مادر شوهر محبوبه بهشون اضافه شد، تو خونه اونا زندگی کرد. همونطور که گفتم خیلی بدجنس و بدذات بود و محبوبه رو خیلی خیلی اذیت کرد. رحیم کم کم اصل خودش رو نشون داد به محبوبه. محبوبه کم کم چشمش تو زندگی باز شد و دیگه رحیم براش اون رحیم شیدا و عاشق نبود و خودش رو دیگه عاشق رحیم نمیدید. محبوب باردار شد، پسر اولش رو به دنیا آورد. برخلاف میل خودش اسمشو گذاشتن الیاس. اسم پدر رحیم بوده، الیاس. مادر شوهر محبوبه به شدت توی تربیت این بچه دخالت میکرد. بچه رو تو خیابون میبرد، با بچهای دیگه بازی میکرد، کر و کثیف میشد. محبوبه هی میخواست پسرش رو به سمت خودش بکشه ولی مادر شوهرش اجازه نمیداد. یه جورایی بچه رو پر میکرد، بهش یاد میداد به مادرش بی احترامی کنه، حرفای زشت بزنه. رحیمم اصلا براش مهم نبود، تربیت بچه دیگه براش اهمیت نداشت، به محبوب توجه نمی کرد. تا اینکه وسط این دعواها و بزن و بکوبا و سر بچه و سر مادرش و یه سری دروغایی که مادر شوهرش بهش میگفت یا تهمتایی که میزد و باعث میشد رحیم محبوبه رو کتک بزنه و این داستانها، یک روزی فامیلای رحیم میان خونه اینا سر زده، پسر خالش، دختر خالش، خواهر کوچیکترشون، و میان و چند شب خونه اینا بدون تعارف و بدون هیچ مناسبتی میمونن. اتفاق این که اونجا میفته، دختر خاله رحیم توی اتاق بغلی تنها میخوابیده و محبوبه متوجه میشه که نصف شبها رحیم میره سمت اتاق اون و ساعتها تا صبح توی اتاق نمیاد و اینجا محبوب میفهمه که رحیم داره بهش خیانت میکنه جلوی چشمش. محبوبه همه اینا رو تاب میاره، تحمل میکنه، کتکایی که رحیم بهش میزده، مادر شوهرش، کارهایی که مادر شوهرش میکرده، بچه رو یاد میداده و خیلی بلاهایی که سر محبوب میآورده رو تحمل میکرده و میگفته که این انتخاب منه، باید هر جوری که هست بسازم. از اون طرف هم که دایه ماه به ماه می اومده، خبرایی از سمت خونه می آورده، این که پدرش زن دوم گرفته، زن دومش باردار شده و بچه نمونده و مرده و پدرش اون زن رو به دیدنش نمی رفته، فقط برای رضای خدا اون زن رو نگه داشته و مثل سابق عاشق مادرش بوده و خونه اصلیش خونه مادر محبوبه بوده. اول داستانم مادر محبوب باردار بوده و بعد از این که محبوب ازدواج میکنه، سر خونه زندگیشون میره، داداشش به دنیا میاد به اسم منوچهر.
میرسیم به جایی که خجسته ازدواج میکنه، نه با پسر خالش معتاد میشه. خجسته با یه آقای دکتری ازدواج میکنه، درسش رو ادامه میده، فرانسویش کامل خوب میشه و درس پیانو میبینه. محبوبه نمیتونه عروسی خجسته هم بره. میرسیم به این که دیگه رحیم هر شب مست میکرده، سر کار نمیرفته، خیلی بد لباس میپوشیده، به نظافت خودش نمیرسیده، اصلا محبوبه رو دیگه نگاه نمیکرده، تا اینکه ظهرها دیگه برای ناهار هم خونه نمیومد، شبها دیر میومد، دهنش بو الکل میداد، سیگاری شده بود. یک روز محبوبه متوجه میشه که باردار شده. اصلا نمیخواست دیگه از رحیم بچه دومی داشته باشه. یک روز میره حمام و اونجا یک زنی که کیسه کش بوده به محبوب میگه حامله ای؟ و محبوب میگه آره، ولی اصلا دلم نمیخواد که حامله باشم و گریه میکنه و درد و دلش با اون زن باز میشه. زن بهش میگه که اگر بخوای میتونم یه کاری کنم که از شر این بچه خلاص بشی. محبوبه استقبال میکنه و میگه آره حتما میخوام و باهاش قرار میذاره که فردا فلان ساعت بیا هموم که من تو رو جایی ببرم تا بچت رو سخت کنی. محبوبه فردا به یه بهونه‌ای که حالا توی کتاب کامل توضیح داده به مادر شوهر که خب اجازه نمیداده بره بیرون از خونه، فقط حمام میتونسته بره، به بهونه‌ای از خونه میزنه بیرون و به سمت حموم میره و با اون زن یه کالسکه رو میگیرن و میرن به سمت دیگه پایین ترین نقطه شهر و یه خیابونهای عجیب و غریبی وارد یه خونه و یه پستوی تاریکی میشن و اونجا یه خانومی میاد و با یه سری وسیله های کثیف و با یه محیط آلوده بچه محبوب رو سقط میکنه و محبوب با یه حاله خیلی بد کالسکه میگیره، با یه خونریزی شدیدی به سمت خونه میاد و همونجا مادر شوهر محبوب میفهمه که محبوب چه کاری کرده و محبوب رو با حال بدی میارن خونه. روزها بیهوش بوده، دکترها میان بالا سرش و تشخیص میدن محبوبه دیگه نمیتونه بچه دار بشه و بچه‌ش هم که سقط شده. محبوبه دیگه به زندگیش ادامه میده، کم کم حالش خوب میشه، رو میاد، ولی دوباره سرکوفتای مادر شوهرش و اینکه گوش رحیم رو پر میکرد و مینداخته به جون محبوبه شروع میشه و این زندگی ادامه پیدا میکنه. دختر خالش رو که اومده بودن خونه باش هم بستر شده بوده، رحیم اون رو صیغه میکنه و ماها خونه نمیاد، 4-5 ماه میره با اون دختر خالش زندگی میکنه و بعد از ماها میاد خونه. بعد از ماها میاد و پیش محبوب توبه میکنه و میگه که من دیگه صیغه‌ش رو پس دادم، دیگه من فقط با تو هستم و از این طور صحبت ها. دوباره دل محبوب رو به دست میاره و محبوب بعد از ماها میبینه که شوهرش برگشته خونه و سر به راه شده و میبینه که شوهرش سر به راه شده. با یه حال خوبی اون روز از خواب بیدار میشه و به سمت حموم میره و پسرش الیاس جلوش رو میگیره و اصرار که منم با تو میام، ولی محبوبه نمیبرتش، میگه که توی راه عوضش برگشتم برات شاهدونه میخرم، تا من برگردم تو خونه بمون، اصلا از خونه بیرون نیا، هوا خیلی سرده، حوض یخ بسته، سرما میخوری. به مادر شوهرش هم میگه که حتما خونه بمونه، نذار از خونه بیرون بره، توی خونه مراقبش باش، تو حیاتم نیاد چون خیلی هوا سرده، ممکنه سرما بخوره، من میرم و زود برمیگردم. محبوب میره و اون روز حالش خوب بوده، یه حموم خوبی هم میکنه و برمیگرده، میبینه جلوی در خونهشون به شدت شلوغه، آدما در حال رفت آمدن و از لای جمعیت مسیرشو به سمت خونه پیدا میکنه و همه با یه حالت بهت و بغض نگاش میکنن و به همدیگه میگن مامانش اومد.